يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ندای الله بر انسانیت. برنامه 4. ای مردم، این پیامبر از جانب پروردگارتان هدایت و دین حق را برایتان آورده است، پس ایمان بیاورید که به خیر و صلاح شماست و اگر سخنش را نپذیرید و کفر بورزید، بدانید که آنچه در آسمان ها و زمین است از آن الله تعالی است و کفر شما بر او زیان نمی رساند و الله تعالی همواره دانای حکیم است. سوره نساء آیت 170. راهنمایی از این آیت: 1. شهادت الله بزرگ بر حق بودن رسولش در گفتار و کردار و عقیده و دعوتش. 2. امر الله به ایمان آوردن به رسولش. ایمان آوردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم 4 رکن دارد: تصدیق کردن به آن چیزی که خبر داده است، اطاعت کردن به قدر توانایی به آن چیزی که امر کرده است یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم، دوری کردن از آن چیزی که منع کرده است، عبادت الله را به آن طرز و روشی که عبادت کرده است. عبادت کردن یعنی چگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار را انجام داده است. 3. اثبات نام العلیم یعنی دانا و الحکیم یعنی هر چیز را در موقع خودش ماندن برای الله. 4. دانا بودن الله بزرگ به احوال بندگانش و با حکمت بودن او تعالی در شریعت گذاریش. شما ندای الله بر انسانیت را برنامه 4 را شنیدید. نوار ما را به هم دیگر تقسیم کنید، به دوستانتان فرستید و به شبکه ما آبونه شوید. الله از هر یکی شما راضی باشد و برنامه 5 ما را انتظار باشد.